رضاخان شاهنشاه ایرانیان شبی بود مهمان عثمانیان. گه خواب همتای ترکش بگفت گزین کن ز ما دختری بهر خفت. رضاخان به او گفت ای سرفراز سپاس از مرام تو مهمان نواز، ولی عذر خواهم به لبیک تو که حرمت شکن نیست هم پیک تو. اگر آفتی خصم مردانگیست همان هیز چشمی و زنبارگیست. ره معرفت نیست بهر هوس شود تیره و تار بین دو کس. مرنج از صریح البیانی من که مشهور از آنم به هر انجمن. گر امشب پذیرم ز تو دختری تو هم خواهی از من چنین گوهری. گر این کار نزد شما بخششیست در ایران من نام آن جاکشیست. خیلی معذرت. گر این کار نزد شما بخششیست در ایران من نام آن جاکشیست. در ایران دو چیز است ناموس ما که آن را پرستند مثل خدا. یکی عفت دختران و زنان دگر خاک پاک وطن بیگمان که در پایشان جان سپردن بجاست و جان نیز خود تحفه‌ای بی بهاست. شاهنشاه ترکان چو اینها شنید مرام رضا شاه را شد مرید. بگفتا ندیدم کسی بی سواد که شد درس آموز صد اوستاد. کنون فهم کردم که تفسیر چیست و آن شیر و خورشید و شمشیر چیست. از آن پس دو کشور چو یک خانه اند دگر با روادید بیگانه اند. دریغا که دیگر رضا شاه نیست ز غیرت بجز حسرت و آه نیست. به یک جمله کوته کنم گفتگو که دانا کشد بار کوهی به موم. چون شیر و خورشیدمان پاک شد جهاد و نکاح سهم این خاک شد.